سلام علیکم برادر عزیز. هزار رحمت کلام برای پدرشکتون، برای گپای نازنستنتون، برای دستگیریتون. ما یک چیز میگم. 3 سال پیش اکای بیروز کی میشناخت؟ 3 سال پیش اکای بیروز چیکار میکردن؟ برای چی من ای خودی یک قشلق رفته آوردن؟ برای کی پولشون میدونن که ای ما پول کار میکنن، میدونستن که ای ما میخرن. هزار رحمت کلام برای آواره دستگیری کردنتون. نه که شما وقتی که من آواره بدین انا همیقه بدین. حاضر ای پشت من چیزی من خوردن حق من خوردن انا همیقه شده رفتین. ما چی؟ ما موندم. ماشیناتون علی شد. ای پشت من رستوران شده. دیگه کارو کنین. پدر و مادر ما در دور یک قشلاق زندگی کردسته. ما هولیم کارم همه استادگیه. نه که شما کلان عزیز. یک گپ دیگه هم نگفتم موند. تیک تاک من 1 میلیون بود. 1,100,000 پادپیسچیک داشت. خیلی شما در دستون کار میفرمودین. او ویدیوی من، کانتنت من، تیک تاک من گرفتگیم، پول ویدیوشا همشا ادلیت کردگیم، بران تیجیکا موندگیم. سلام علیکم برادرای عزیز. نو ویدیوی اکای بیروز دیدم. نمیدونم چی بگم. الله عزیز خودش میدونه کیا بزنه. یا پلیستیشن نمخه نشون دادستم. کم چند بار نشون دادم. پلیستیشن ما قریب 1 هفته 2 هفته در خونه گشتم، 1 بار در خونه ندیدم. کنی آیپاد ما، پلانشتم، کنی مادبوک، داداسی ایش داداسی اوش 1 میلیون روبلی برای بای منو حسبی نشدم. داداسی یکی بارون 100% من گارانتی میتونم داداسی یکی بارون گرفت. کنی اون پلو 100,000 دیگه آخران بار مسکو رفتیم 120,000 سومانی با تاجیکی 120,000 سومانی در کارت اکای شورات گرزوندن. کنی اون پول کنی دیگه پلو همش در دست شما. الله مهربان میدونه کیا بزنه کیا وکنه. من همه قصال هیچ نگفتم. من یکم بدی نکردم. الله میدونه کیا بزنه.